هیچ کس رو تو زندگیتون سرزنش نکنین. آدم‌های خوب شادتون میکنن، آدم‌های بد بهتون تجربه میدن. بدترین آدم‌ها بهتون درس میدن و بهترین آدم‌ها براتون خاطره میسازن. گاهی وقتا توسط آدم‌هایی که بیشترین اعتماد رو بهشون داریم ناامید میشیم و غیر منتظره ترین افراد دوستمون دارن. بعضیا به خاطر کارهایی که نکردیم ما رو به گریه وادار میکنن، در حالی که بقیه اشتباهاتمون رو نادیده میگیرن و فقط لبخندمون رو میبینن. بعضیا وقتی بهشون بیشترین نیاز رو داریم ترکمون میکنن، در حالی که بعضیا با ما میمونن با اینکه ازشون خواستیم که ترکمون کنن. دنیا ترکیبی از آدم هاست. ما فقط باید بدونیم دست چه کسی رو باید تکون بدیم و دست چه کسی رو نگه داریم. در پایان